درود بر شما همراهان گل پارس جی تی. اگر بگم امروز میخوام خفن ترین SUV رو به شما نشون بدیم، دروغ نگفتم. حالا خفن ترین از چه نظر؟ بریم جلو ببینیم. کادیلاک اسکلید رو که باید خوب بشناسید. چند تا ویدیو ازش تو پارس جی تی وجود داره. این SUV در اصل همون شورولت تاهوه، اما لاکچری تر شده. اما ما به اسکلید کاری نداریم، به یه چیزی بالاتر از اسکلید کار داریم، یعنی اسکلید وی. این وی خودش تو کادیلاک یک داستان داره. داستانش اینه که وقتی وی میاد رو ماشین کادیلاک، یعنی دیگه بالاترینه. نه از لحاظ فقط لاکچری بودن، بلکه از همه لحاظ، مخصوصاً کارایی یا پرفورمنس. حالا این چی است که ما اینقدر داریم ازش تعریف میکنیم؟ روی این ماشین یک دونه موتور 6.2 لیتری 8 سیلندر سوپرچارج با 682 اسب بخار قدرت نصبه. این موتور یکی از خفن ترین موتورهای جنرال موتورزه. اسم این موتور LT4 که روی شورولت کوروت Z06 C7 و کادیلاک CTS-V نصبه. کادیلاک CTS-V هم که میدونید چیه، ماشینیه که با M5 BMW رقابت میکنه. این ماشین در حال حاضر بدون رقیبه، چون هیچ SUV در دنیا نیستش که در حد و اندازه های این باشه، چه از لحاظ قدرتی چه از لحاظ اتاق و تجهیزات. باید بدونید که این SUV از تمام SUV های بزرگتره. مثلا اگر تویوتای لند کروز رو حساب کنید، طول و عرضش از این کوچیک‌تره. بسته به مدل های مختلف، حدوداً بین 60 تا 70 سانتی متر از تویوتا لند کروز و لکسوس LX 600 بزرگتره. جنرال موتورز میگه که این اسکلید رو با اسکلید های دیگه نمیسازیم، چون این یک سر گردن از اونها بالاتره. برای همین در کنار کوروت و CTS-V ساخته میشه، در کارخونه کوروت در گرین کنتاکی، و این برای اینه که مهندسان کوروت و CTS-V روی این ماشین هم کار کنن. این موتور 683 اسب بخاری یک گیربکس 10 سرعته اتوماتیک پشت سرشه و برای اینکه بچسبه به جاده آل ویل درایو یا 4 چرخ درگیره. هیکل این ماشین خیلی بزرگه ها. تو شهرهای اروپا اصلا نمیتونی اینو سوار شی، چون جا پارکش نیست. این هیولای با این عظمت 0 تا 100 رو در 4.4 ثانیه میره. کادیلاک معمولاً لاکچریه، مخصوصاً اسکلیدش، اما تو این ماشین یک کلیدی تعبیه شده که میتونی بزنی ماشین اسپورت بشه، یعنی از حالت نرم بودن و ساکت بودن بیاد بیرون. وقتی این دکمه اسپورت رو بزنید، زیربندی سفت‌تر میشه، فرمون سفت‌تر میشه، ترمزها حساس‌تر میشن و اگزوز دریچه‌ش رو باز میکنه که بتونی صدای 8 سیلندر رو بشنوی. در ضمن وقتی اسپورتش کنی، بعد از 1 دقیقه ماشین آروم آروم تا بیشتر از 2 سانت میاد پایین‌تر. همونطور که در ماشین‌های قبلی گفتیم، فناوری زیربندی و لاستیک‌ها باعث شده که رینگ‌های اینم 22 اینچی بشه. این ماشین با این هیکل و با این سرعت ترمزهای آنچنانی هم میخواد. برای همین ترمزهای 16 اینچی برمبو روشه که این هیکل رو مثل گنجشک نگه میداره. مهندسان کادیلاک میگن با این ماشین اصلا میتونی بری توی پیست. با وجود اینکه یک ماشین لاکچری با تمام تجهیزات و ظرفیت 8 نفره، 8 نفری که راحت میشینن. 3 تا صفحه تاچ اسکرین در کنار هم جلو داشبورد رو تشکیل میدن که رو هم 38 اینچن. 36 تا بلندگو خفن AKG دور تا دور داخل ماشین قرار گرفته. در ضمن این ماشین خودران هم هست، سیستم خودران مخصوص خود جنرال موتور که بهش میگن سوپر کروز و خیلی هم خوب جواب داده.
اسکلید که میدونید ماشین ارزونی نیستش. قیمت اسکلید معمولی از $78,000 شروع میشه و میره بالا. اما این اسکلید معمولی نیست. اسکلید ویه و وی همونطور که گفتیم بالاترین حد کادیلاکه و برای همینه که قیمتش از $150,000 شروع میشه و میره بالا. اگر بخواین سفارش بدین از همین تابستون سفارش میگیره. Power. You know what they say about those with great power? When you have it, you have to use it wisely. But that little bit of wisdom doesn't just go for caped heroes and defenders of humanity. Because when you step into a Cadillac Escalade V, the power you have, well, it's indeed great. Once you take the wheel, you experience super strength and supercharged horsepower. Invisibility? Maybe not so much. While some can take to the sky, you can take to the road. And just like those masked vigilantes have their high-class hideouts and their ingenious gadgets, so do you. Gotta say, that's a lot of power for one person. The question is, what will you do with it when it's yours?